مسلمون جماعت همدردی ندارد، مسلمون جماعت غیرت ندارد، مسلمون جماعت همبستگی ندارد. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکان می‌خورد. خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمان بودیم، خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بکنیم. اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می‌کرد؟ والله و بالله من قسم می‌خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می‌لرزد. اگر حسین ابن علی بود آقا اگر می‌خواست از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. چه 1300 سال پیش مرد رفت، جبر امروز که بشناس. ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ اولین سوالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی چه کردی؟ پیغمبر فرمود هر کس که بشنود صدای مسلمانی که تو فریاد میکنه یا للمسلمین، یعنی مسلمانان فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم.